هر کس بخواد برای وزیر بهداشت مشکل پیش بیاره، ببین ما حراست داریم، یه سری حراست‌ها تو بیمارستانمون داریم که نماینده مردم اسلام آباد به وزیر بهداشت گفتش که پوست از کلت میکنم. یعنی دیدی که نماینده ها میرن تو دل مردم شیر میشن، میگن من پوست از کله فلانی میکنم، من فلانیو خدایی تو خودت حاضری بری یه جایی کار کنی که 14 ماه بعد بهت پولتو بدن؟ بعد اون پوله الان 14 ماه پیش دلار بوده چقدر؟ 40,000 تومان. الان دلار چقدره؟ 82,000 تومان. یعنی 2 برابر شده دلار. یعنی عملا تو نصف حقوقت رو میگیری، اونم 14 ماه بعد. بس کنید. آنتی بیوتیکلی. سلام، من صادق کاظمی ام. اینجا مدفان چنل یوتیوب من دکتر صادق میشناسنم تو اینستاگرام با این آیدی که اینجا براتون میذارم، ولی اینجا یوتیوب میخوایم بیشتر گپ بزنیم راجع به اتفاقاتی که توی جامعه پزشکی، بیشتر طنز و حواشی. میدونیم اونقدر زیاد شدن پزشکایی که میان راجع به سلامتیتون حرف میزنن که اصلا خیلیشون اصلا پزشک نیستن و اصلا دیپلم هم ندارن و میان حرف میزنن و فالوور میگیرن که اصلا ما بهتر اصلا حرف نزنیم. بریم سراغ حواشی. اتفاق جالب هفته پیش این بود که نماینده مردم اسلام آباد به وزیر بهداشت گفتش که پوست از کلت میکنم. یعنی دیدی که نماینده ها میرن تو دل مردم شیر میشن، میگن من پوست از کله فلانی میکنم، من فلانیو پوست کله وزیر میکنم. این شکلی همشهریمون هم از داداش به هر حال درسته که میتونی که پوست از کلش بکنی، ولی هر کس بخواد برای وزیر بهداشت مشکل پیش بیاره، ببین ما حراست داریم. بیادبی نمیکنم، فقط یه سری حراست‌ها تو بیمارستانمون داریم که خیلی اینا حواسشون به ما کادر درمان هست. یعنی کافیه که تو بیای تو وزارت بهداشت، تو بیای تو بیمارستان ما بگی میخوام پوست از کلت بکنم، زنگ میزنم حراست بیاد، کار خاصی نمیکنه، فقط به آرامش دعوتت میکنه. بعد اگه باز هم به آرامش دعوت شدی ولی باز هم میخواستی که حمله بکنی به ما، حراست شماره 110 رو میگیره، خودش متواری میشه. بعد نیرو انتظامی معمولا با یه 10 دقیقه یه ربع تاخیر میرسن که دیگه تو احتمالاً پوست از سرمون کندی و دیگه فقط میان صورت جلسه میکنن دیگه اینجوری. ولی چه کاریه؟ چرا پوست از کلش بکنی؟ آرامش، صحبت. شما نماینده‌ای باید صحبت کنی، آرامش داشته باشی. اصلا ما الان توی قرن چندیم؟ الان کریسمس هم شده، قرن 21یم. ما الان توی قرنی هستیم که دیگه دعوا معمولا نمیکنن، معمولا حرف میزنن با هم دیگه. آره. اتفاق دیگه که البته تکراری هم نیست، تأخیر توی کارانه هاست. یعنی پول پزشکا رو با تأخیر میدن. پزشکای طرحی که مخصوصا تو شهرهای دور مثل سبزوار گفته بودن که 14 ماه تأخیر داره کارانشون. 14 ماه عقبید. بله 13 یالا. خدایی تو خودت حاضری بری یه جایی کار کنی که 14 ماه بعد بهت پولتو بدن؟ بعد اون پوله الان 14 ماه پیش دلار بوده چقدر؟ 40,000 تومان. الان دلار چقدره؟ 82,000 تومان. یعنی 2 برابر شده دلار. یعنی عملا تو نصف حقوقت رو میگیری، اونم 14 ماه بعد، یه سال خورده ای بعد. یعنی بعد میگن چرا همه زدن تو کار زیبایی و کسی دیگه تبابت نمیکنه و خداوکیلی من میترسم آپاندیسم درد بگیره. البته آپاندیس درد نمیگیره، درد شکم ما میگیم ممکنه آپاندیسیت باشه. حالا ول کن این حرفا رو. من میترسم درد شکم برم بیمارستان، معلوم نیست دکتر اصلا تو چه وضعیتی باشه. مثلا اینم وضعیت جراحی ماست. یه جراح من دارم میبینم تو اینستاگرام، خیلی باحاله. یعنی ویدیوهایی که این میذاره تو اینستاگرام توی وبسایت‌های فیلتر شده هم فیلتر، یعنی شطرنجی نشون میده. اون جاهایی که این میذاره رو اون سایت‌ها شطرنجی نشون میده. دلیل اینکه ایشون رو شطرنجی گذاشتیم اون نیست، اینه که خب به هر حال همکارمون دیگه شناخته نشه. ولی داداش چقدر پول مشکلتو حل میکنه؟ اگه سختته بگو، ما با هم دیگه صحبت کنیم، دور هم دیگه جمع میشیم راهکاری میدیم. خب چرا تو میای الان دنبال ویویی، دنبال پولی، دنبال چی؟ من نمیفهمم. آی برسی بود، شما دنبال چی هستی؟ تولید محتوا دیگه واقعا داره ترسناک میشه توی اینستاگرام، خیلی عجیب غریبه. من همینجام راجع به اسپانسرمون حرف بزنم. اسپانسرمون خودم هم دیگه. این ما یه پیج داریم دکتر صادق اینجا تو اینستاگرام. ببین ما تولید محتوای درست و خدایی و حلالواریشو یاد پزشکا میدیم اونجا. یعنی هر چی که بلد باشیم تو رایگان هم هست.
همونجوری که اونایی هم که میخوان پیجشون رو تحلیل کنیم که در خدمتشون هستیم، ولی رایگان برید اونجا درست حسابی یاد بگیرید که چجوری محتوا درست میکنن، نه دیمی و این شکلی. حالا پزشکایی هم که وارد زیبایی نشدن مهاجرت میکنن دیگه، چرا به ما؟ از ژاپن به پزشکاش گفته که آقا من این پولو به شما میدم، شما آنتیبیوتیک کمتر بنویسید. حالا کاری نداریم که فکر کن اونا هم، فکر کن یارو ژاپنیه میره و میگه که دکتر من بدن خودم بهتر میشناسم، پنیسیلین بده یا مثلا آموکسیسیلین بده، مترونیدازول بده. باز برام اصلا نمیگنجه تو مغزم که ژاپنی از شما بعیده واقعا. ولی فکر کن پزشکاشو داره اینجوری ترغیب میکنه که کمتر آنتیبیوتیک بنویسن. اون وقت هفته پیش منو 1 میلیون تومان جریمه کرده که واسه یه بنده خدای نسخه نوشتی، در حالی که من نوشته بودم اون نسخه رو. الان سرانه مصرف همین آنتیبیوتیک تو ایران 3.5 برابر دنیاست. دوستان آموکسیسیلین خور، آموکسیکلاف خور، اصلا تاوانکس رو ما نمیدونستیم چیه، با حرفای مردم فهمیدیم تاوانکس چیه. از تاوانکس هم روتین نسخه میشه. بس کنید آنتیبیوتیکلی. الان ما رتبه 3 مصرف آنتیبیوتیک تو کل دنیا رو داریم. این بالاتر از ما یه دونه اوروگوئه است با یه دونه قبرس. از دیگو فورلان بعید بود. ولی بیشتر این بیماری‌ها اصلا ویروسی هستن، اصلا نیازی به آنتیبیوتیک ندارن. حالا ما گفتیم ویروسی، هر کیو رد میشیم تو درمونگاه میبینیم یا تو خیابون میبینیم ویروس گرفته دیگه، میگن از این ویروس جدیداست. واقعا از این ویروس جدیداست سوال شده بود از من. نه، همون ویروس قدیمی هست، آنفلوانزاست. الان طبق آماری که اینجا من پایین نوشتم 21% تقریبا آنفلوانزاست، 12% رینو ویروسه و 7% کووید کروناست. ولی آیا فرقی میکنه که این ویروس جدیده و اینا؟ تنها فرقش اینه که شما اینو بدونید که چرک خشک‌کن و آنتیبیوتیک مصرف نمیشه توی این بیماری‌ها. اینا همه درمانشون یکیه، آب بخور استراحت کن. به خدا به جان. آره حالا آنفلوانزا ممکنه اگه پیشرفته بشه حالا بستری بشید، ولی یه سری داروهای دیگه هم داره. قرار شد علمی حرف نزنم، بچه‌ای که علمی هستن علمی حرف بزنم. ما فقط می‌خوایم اینجا چرت و پرت بگیم. ولی چرت و پرتی نیست که بخوایم بگیم. میدونی امروز 40م دکتر داوودی متخصص قلبی که با بیگناهی چه شد و امیدوارم روحشون شاد باشه. حدود 40 روز پیش بود که متخصص قلب یاسوج که با وجود این که طرحش هم تموم شده بود اما توی این شهر مونده بود که خدمت بکنه به مردم یاسوج، توسط یکی از همراهان بیمار 2 سال پیشش به قتل رسید. دم در مطبش و هنوز هم جامعه پزشکی تو اون بحته هست. خود من کمتر تونستم فعالیت بکنم توی اینستاگرام، فعالیت طنزم رو داشته باشم. امیدوارم که این خشمه، این نگاه منفی کمتر بشه نسبت به جامعه پزشکی و دربارش صحبت بشه. قطعا یک سری پزشکان هستن بودن که اذیت کردن خود مایی که دانشجو بودیم، خود مایی که جوونیم رو اذیت کردن و میکنن. اما این نگاه مردم به نظر من باید اصلاح بشه. نسل جدید پزشک ها نسل مظلوم تریه. توی این چنل بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم و شما رو بیشتر آشنا میکنم با این دنیا. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت بذارید، اینا کمک میکنه به اینکه چنل ما دیده بشه. خیلی مخلصیم.